نماز. حي على الصلاة. مهمترین وظیفه هر مسلمان. حي على الصلاة. غافلگیر نشد. ایمانگارد، حفظ و حراست ایمان خود را به ما بسپارید. ایمانگارد تقدیم کند گوسفند جدید 2000 پرو. حفاظت از دیانت با جدیدترین تکنولوژی و در یک مرحله ساده. فقط کافی است دستگاه گیرنده ایمانگارد را روشن نمایید. از طریق یک فرکانس حلال و با امواج خودکنش ورساز دستگاه ردیاب 2000 پرو به جریان خواهد افتاد. گوسفند 2000 پرو در وهله اول با استفاده از ریزموج‌های پوینده فضای اتاق را کاملا تحت نظر قرار داده و در مرحله بعدی با استفاده از امواج فراسوت دستگاه گوارشی نمازگزار را نظارت می‌کند. این ردیاب حساس همواره در جستجوی عوامل نامقدس و کفرآمیز در روده، معده و اثناعشر است. به محض تشکیل کوچکترین مقدار گاز در درون شکم این ردیاب حساس هوشیار می شود. و اعلان خطر را برای گیرنده ایمانگارد صادر می کند. ایمانگارد با آگاه ساختن نمازگزار از خطر این فرصت طلایی را در اختیار او گذاشته تا برای جلوگیری از خروج باد از مقعد خود اقدام کند و نماز و وضوی خود را از فنا شدن حتمی نجات دهد. حفاظت نماز از صیانت نفس با ایمانگارد.